قبل از اینکه وارد مبحث لنز ها و انواعش بشیم باید بدونی که لنز ها بر چه اساسی دسته‌بندی و نامگذاری میشن. مبحثی که در این قسمت قراره در موردش صحبت کنم فاصله کانونی نام داره که یکی از مباحث اساسی در چگونگی عملکرد لنز ها و میدان دید اونهاست. همونطور که میدونی نور از محیط وارد لنز میشه و بعد از عبور از لنز به سنسور دوربین برخورد میکنه و تصویر روی سنسور تشکیل میشه. خب از زمانی که نور وارد لنز میشه تا وقتی که برسه به سنسور مراحلی طی میشه و همین مراحل باعث تشکیل تصویر روی سنسور میشن. مهمترینش اینه که پرتوهای نور در داخل لنز بعد از عبور از عدسی ها همونطور که قبلا هم توضیح دادم در یک نقطه به هم برخورد میکنن یا همدیگر رو در یک نقطه قطع میکنن که بهش مرکز نوری لنز گفته میشه. بعد از این قسمت یعنی مرکز نوری پرتوها به سمت سنسور هدایت میشن. حالا فاصله بین مرکز نوری لنز یعنی جایی که پرتوهای وارد شده نور یکدیگر را قطع میکنن تا سنسور رو بهش فاصله کانونی میگیم. پس اگه بخوام یه تعریف جامع ارائه بدم میتونم بگم فاصله بین مرکز نوری یعنی اپتیکال سنتر و حسگر دوربین همون ایمیج سنسور در زمانی که لنز روی بی نهایت فوکس باشه. میرسیم به قسمت جالب و مهم مطلب. هرچقدر این فاصله‌ای که گفتم یعنی فاصله کانونی کوتاه باشه میدان دیدت بیشتر هست، یعنی فضای بیشتری از صحنه مقابل رو در لنز و ویزور یا ویو فایندر میبینی و برعکس هر چقدر فاصله کانونی بیشتر باشه یا بلندتر باشه یعنی همون فاصله اون نقطه برخورد پرتوها تا سنسور میدان دیدت کمتره، یعنی تصویری که از طریق لنزت میبینی محدودتر و کمتر از چیزیه که با چشم خودت در حال دیدنش هستی. بنابراین فاصله کانونی به طرز چشمگیری چشمانداز عکس‌های شما رو تحت تاثیر قرار میده، یعنی این فاصله کانونی لنز شماست که تعیین میکنه چه مقدار فضا از محیط رو داخل لنزت ببینی و روی سنسور ثبت کنی. و این رو هم حتما متوجه شدی که این فاصله کانونی میتونه کم یا زیاد بشه و نکته مهم اینه که همین فاصله کانونی نوع لنزت رو مشخص میکنه. به طور مثال اگر فاصله کانونی کوتاه باشه گفتیم که میدان دیدت بیشتره، پس لنز شما جزء لنزهایی هست که زاویه دیدشون عریضه. اما اگر فاصله کانونی زیاد یا بلندتر باشه یعنی شما از داخل لنز سوژه رو نزدیکتر به خودت حس کنی، پس میدان دید لنزت کم هست. حالا اینکه هر کدام از این لنزها نام مربوط به خودشون و کارایی و کاربرد خودشون رو دارن در فصل بعد به طور مفصل بهش پرداخته میشه. حتما میپرسی فاصله کانونی بر حسب چه چیزی اندازه گیری میشه؟ سوال خیلی خوبیه. فاصله کانونی در لنزهای مختلف متفاوته و با اعدادی که روی لنز نوشته میشه مشخص میشه و بر حسب میلیمتر اندازه گیری میشه. به طور مثال لنز 50 میلیمتری یعنی یک فاصله کانونی نرمال یا متوسط که به ما یک دید نرمال مثل چیزی که با چشم میبینیم میده، و یا لنز 17 میلیمتری یعنی لنزی با فاصله کانونی کم و میدان دید زیاد، و همچنین یک لنز 200 میلیمتری یعنی لنزی با فاصله کانونی زیاد که میدان دید بسته و محدودی رو ارائه میده. فرض میکنیم با یک لنز با اعداد کم مثل 17 میلیمتر در حال عکاسی از یک سوژه مثل انسان یا قرص ماه در آسمان شب در حال عکاسی هستی. از اونجایی که لنز 17 میلیمتری یک لنز با فاصله کانونی کم محسوب میشه، بنابراین لنز شما در حالت واید یعنی میدان دید بسیار وسیع قرار داره و علاوه بر سوژه که ماه هست تمام مناظر اطراف مثل ساختمان ها در عکس شما ثبت میشه و حالا همین کار رو با یک لنز 200 میلیمتری انجام بده. خب دیگه باید بدونی که لنز 200 میلیمتری یعنی لنزی که فاصله کانونی بلندی داره، پس با یک لنز تله طرف هستی که ویژگی اون میدان دید کم هست. به خاطر فاصله کانونی بلندی که داره باعث میشه اشیاء کمتری از اطراف سوژه در قاب تصویر ثبت بشن یا حتی خود سوژه اصلی هم در قسمت‌هایی به صورت کراپ شده ثبت بشه.